پرچم نماد یک گروه اجتماعی، تیم، سازمان، حکومت یا کشوره که اکثرا روی پارچه یا کاغذ چاپ میشن. هر کشوری پرچمی داره و هر پرچمی با رنگ و نقشش داستانی رو در خودش پنهان کرده که معرف یک ملته. آخر این ویدیو 2 تا پرچم معروف دنیا رو بهتون میگم که اهمیت خیلی زیادی دارن، اما پرچم ملی هیچ کشوری نیستن. میتونی حدس بزنی چه پرچمایین؟ قرمزی پرچم چین نشانه انقلاب کمونیستیه، ستاره طلایی بزرگ نشان از نظام کمونیستی داره و 4 ستاره کوچیک‌تر نشان طبقات اجتماعی مختلف در این کشوره. رنگ سفید پرچم امارات متحده عربی نشانه صلح و صداقته. رنگ سیاه نشانه پیروزی بر دشمن و رنگ قرمز نشانه شجاعت و شهامته و رنگ سبز اون نشان از امید و خوشبینی داره. ستاره های پرچم برزیل نشانه استانهای این کشوره و به همون صورت که در آسمان دیده میشه روی این پرچم نقش بسته. رنگ سبز اون سمبل جنگل ها و رنگ زرد اون نشانه ثروتیه که از طلای این کشور به دست میاره. رنگ‌های موجود در پرچم هند نشان از تنوع ادیان در این کشور داره. رنگ نارنجی نشانه شهامته و برای ادیان هند و بودایی بسیار مهمه. رنگ سفید سمبل پاکی و رنگ سبز نماد ایمان و باروریه و دایره آبی رنگ وسط اون آشوکا چوکرا نام داره که به چرخ قانون معروفه. حالا قبل از اینی که مفهوم پرچم‌های دیگر رو بهتون بگم، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و منو دنبال کنید. میدونم این ویدیو رو برای عزیزانتونم میفرستین. از مهربونی و حمایتتون خیلی ممنونم. رنگ قرمز پرچم کره شمالی رنگ کمونیسمه. این پرچم نوارهای سفید داره که نشانه پاکیه و نوارهای آبی اون نشانه صلحه. پرچم آمریکا از 13 نوار افقی قرمز و سفید به علاوه یه مستطیل با زمینه آبیه که در اون 50 ستاره سفید وجود داره. 13 نوار سفید و قرمز اشاره به 13 مستعمره‌ای داره که برای اولین بار علیه بریتانیا انقلاب کردن و استقلال آمریکا رو به وجود آوردن. 50 ستاره سفید اون هم نشانه 50 ایالت آمریکاست. رنگ قرمز در اون نشانه شجاعت و رنگ سفید نشانه خلوص و راستیه. رنگ آبی هم نماد فداکاری، وفاداری، عدالت و دوستیه. پرچم آلمان از 3 نوار یکسان تشکیل شده که رنگ مشکی اون نماد آزادی، رنگ قرمز نشانه رهایی از جنگ و رنگ طلایی اون به مفهوم آزادیه. پرچم فرانسه که به پرچم 3 رنگ معروفه از رنگ‌های آبی و سفید و قرمز تشکیل شده که سمبل آزادی، برابری و برادری هستن. البته که در کل این رنگ‌ها به تاریخچه انقلابی فرانسه برمیگرده که رنگ آبی اون رنگ شنل مارتین مقدس، سفید رنگ منتخب پادشاهان فرانسوی و رنگ قرمز اون رنگ درفش جنگی کارل کبیر بوده. پرچم کشور آرژانتین از 3 نوار تشکیل شده که نوارهای آبی رنگ اون آسمان صاف این کشور رو به تصویر میکشه و نوارهای سفید نشان دهنده کوه‌ها هستن. عکس خورشید با چهره انسان که در وسط اون قرار داره نماد استقلال آرژانتینی هاست و نماد خدای خورشیده. در گوشه سمت چپ بالای پرچم استرالیا پرچم بریتانیا وجود داره که نشون دهنده مستعمره انگلیس بودنه و درست در زیر پرچم بریتانیا یک ستاره 7 پر هست که نشان از 6 ایالت این کشور و دولت مرکزی اونه و صور فلکی هم صلیب جنوبی رو نشون میده. و در آخر بهتون بگم که 2 تا از مهمترین پرچم‌های دنیا که همه آدما با هر نژاد و قومیت و فرهنگی و هر جای دنیا که زندگی کنن اونا رو میشناسن. اولی پرچم المپیک و دومی پرچم سازمان ملل متحده که مفهوم پرچم المپیک خیلی جالبه. قرمز نماد قاره آمریکا، سبز نماد قاره اروپا، رنگ سیاه نماد قاره آفریقا، زرد به معنی قاره آسیا و آبی نشانه قاره اقیانوسی است و در همتنیدگی اونها نماد از همبستگی و پیوند ملت هاست که هدف اصلی برگزاری این مسابقات در کل جهانه. پرچم سازمان ملل متحد هم در عین سادگی بسیار پرمفهومه. لوگو نقشه‌ای از جهان که با شاخه‌های از زیتون در بر گرفته شده که نماد صلحه. حالا شما مفهوم بقیه پرچم ها رو بهمون بگید. میدونید معنی پرچم کشور عزیزمون ایران چیه؟ برامون کامنت بذارید و بهمون بگید شما چه کشوری رو دوست دارین و مفهوم پرچم کدوم کشور براتون جالبه. خیلی ممنونم که تو این ویدیو همراه من بودین. نغمه هستم و خیلی زود با یک ویدیو جذاب و اسرارآمیز دیگه برمیگردم.